تنزل دولت غزنویان، ظلم و استبدادهای بیشمار و لشکرکشی‌های سلطان محمود غزنوی به هر طرف مردم بیچاره را روز تا روز کم بضاعت می‌کرد. سال 1011 مناطق خراسان را گرسنگی فرا گرفت. هزاران نفر در نیشاپور از گرسنگی مجبور شدند سگ و گربه را بخورند. سلطان محمود می توانست این گرسنگی را برطرف کند، اما نکرد. مردم بیچاره را برای کندن کانال و جویها، ساختمان راه و کوشک و قصرها به مزد استفاده می بردند. سلطان محمود گرچند که یک شخص خونخوار بود، اما در دربار او زیاده از 400 شاعران جمع آمده بودند. شهر و شهرداری میکرد. در کشور خود آبادی های زیاد کرده بود. زبانی دربار غزنویان زبان فارسی بود. بزرگی سلطان محمود در آن بود که زبان فارسی را در قسمت هندوستان پهن کرد. بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی نشانه های تنزل دولت غزنویان بر اعلی معلوم بود. در دوره حکمرانی پسرش مسعود 1030-1041 پاره‌خوری به اوج اعلای خود رسیده بود. سال 1040 محاربه دندانکان که این منطقه در نزدیکی مرو است بین غزنویان و سلجوقیان شده گذشت. در این محاربه سلطان مسعود شکست خورد و زمین‌های در خراسان بوده خود را به دست سلجوقیان داد. سال 1151 غوریان پایتخت غزنویان شهر غزنه را فتح کردند. غزنویان به شهر لاهور عقب نشینی کردند. بالاخره در سال 1186 میلادی غوریان آخرین نماینده غزنویان خسروملیک سی را در لاهور به قتل رسانیده این کشور را رسما در همین سال، یعنی در سال 1186 از میان بردند.